سلام دوستای عزیز، وقت شما بخیر. امیدوارم که کاملا خوب باشین. امروز آمدم که یک قسمتی از شهرک روزای هرات برای شما نشان بدم. بریم که با هم دیگه این ویدیو رو ببینیم و مکان بسیار زیبا و دیدنی رو ببینیم. و چیزی که برای از من جالب بود این بود که هم مردمش بسیار مهربان بود و هم منطقش بسیار تمیز بود. कल रास्ते में गम मिल गया था, लग के गले में रो दिया। जो सिर्फ मेरा था, सिर्फ मेरा, मैंने उसे क्यों खो दिया। हाँ वो आँखें जिन्हें मैं و زمانی که ما در اینجا بودم ساعت 2:30 بعد از ظهر بود و آفتاب بسیار داغ بود طبق چیزی که دیدم و آسمان بسیار صاف بود. हम नवा मेरे तू है तो मेरी सांसें चले, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना। و این قسمتی که مشاهده میکنین یکی از کوچه‌های جبرئیل است که به نام توحید सांसें चले, बता दे कैसे मैं जीऊंगा